قصه پدر امام اعظم رحمت الله علیه. روز پدر امام اعظم رحمت الله علیه ثابت نام جوان در نزد جویبار دست و رویش را می شست و ناگاه در آب سیبی را دید که آمده ایستاده است. ثابت سیب را از آب گرفت و یک گز از آن سیب فرو برد، یعنی یک پاره سیب را خورد و کمی پس در خجالت افتاد که من این سیب را از صاحبش نپرسیده یک پاره او را خوردم و این سیب از کی باشد تا که رفته از او بخشش پرسم یا قیمتش را بپردازم. سیب را در دستش گرفت و لب جویبار رفتن گرفت تا ببیند که این سیب از کدام باغ باشد. راه خیلی دور و دراز را طی کرد، به نزد باغ رسید، دید که این سیب به سیب‌های همین باغ مانند است. نگاه کرد که آب جویبار به درون باغ می‌گذرد و در باغ مردی را دید که میوه‌های باغ را جمع‌آوری کرده ایستاده است. نزد آن مرد رفت، سلام داد و گفت این سیب از باغ شماست؟ آن مرد گفت بله. ثابت گفت من این سیب را از جویبار یافتم، به اجازت شما از این سیب یک لقمه خوردم. آمدم که شما این یک لقمه خورده مرا ببخشید یا قیمت او را چند گویید بپردازم، زیرا من از عذاب الله سخت می ترسم در قیامت مرا دامنگیر نشوید. باغبان باشد به خود گفت این جوان خیلی خداترس بوده است، این قدر راه دور و دراز را برای یک سیب پیاده طی نموده نزد من آمده است. و به ثابت گفت من دختری دارم که وی معیوب است، یعنی فلج است، کور است، شل است، گونگ است و همکر است. اگر همین دختر مرا بزنی گیری من تو را می بخشم، نگیری در قیامت بالای تو دعوا میکنم. ثابت با خود فکر کرد و گفت آخرین هم کر است، هم گونگ است و هم شل است، من چخیل با همراهی این دختر زندگی میکنم. حضرت که در دل ترس خدا داشت و همه این چشم پوشید و گفت من طاقت عذاب الله را ندارم، قبول میکنم، دختر شما را بزنی میگیرم. باغبان از خرسندی در حال خشت و تبر را جمع نمود و توی برپا کرد. بعد گسیل نمودن مهمان ها ثابت را به خانه عروس در آوردند. وقتی ثابت به خانه خواب در آمد دید که یک دختر صاحب جمال، قدی رسا، حسن زیبا رو برویش ایستاده است. ثابت دختر را دیده در حال پیشش را نگاه کرد و گفت شاید یگان دختر نامحرم باشد. دختر بر ثابت گفت سرت را بالا کن ای جوان، من همان دخترم. ثابت در حیرت افتاد و گفت چرا پدر تو به من گفت که دختر من هم کر است، هم گونگ است، هم کور است و هم شل است؟ دختر در جواب گفت بله، پدر من راستش را به شما گفته است، یعنی کوری من در آن است که به این چشمهایم بار یگان مرد نامحرم را ندیده ام. کری من در آن است که با این گوشهایم یگان سخن قبیح را نشنیدم. گونگی من در آن است که یگان بار با مردی نامحرم سخن نگفتم. شلی من در آن است که یگان بار از حولی پدرم دیگر به یگان جای نبرآمدم. معیوبی من در آن است که من به یگان جوان نامحرم سلام نکردم. و ثابت از شنیدن سخنهای زنش بسیار خرسند شد و در حال 2 رکعت نماز شکرانه خواند و به همدیگر خانه‌داری کردند. در همین شب الله به این مادر حامله‌داری نصیب گردانید. بعد از 9 ماه و 9 روز حضرت امام اعظم رحمت الله علیه تولد شد.